سیدیم بچه ها تو هستم چنل تا گیمی. امروز اومدیم با آموزش ساخت فارم کدو هندوانه بر ماینکرافت موبایل نسخه حالا 1.20 به بالا و هیچ کاری نمی کنم، هیچ حرف بسیار زیادی نمیزنم که سرتون درد بگیره. فقط قبل از اینکه بریم سراغ ویدیو یادتون نره که ویدیو لایک کنید، چنل رو سابسکرایب کنید و بریم سراغ ویدیو. لیتس گو. خب واسه ساخت این فرممون به این وسایل نیاز داریم که بومیل همون بومیل خودمون به تعداد اصلا نیازی نیست از نظر من. هویتونم حتی اگه چوبی بود اشکالی نداره. و آره دیگه هاپرم به اندازه 2 تا اینا که یه کمی حالا بهتون میگم یا میبینید خودتون به چه تعداد نیازی که حالا بریم سراغ ویدیو. خب من یه چیزی رو همین اول یادم رفت. خب ما بلاک درس نیاز داریم به اندازه ای که یه چیز دیگه بچه یادم رفت. یک باکت و یه دونه آب نیاز داریم. اینو که کاشتیم میان 1 2 3 4 5 6 7 8 تا، چون تعداد بلاک هایی که آب میتونه به اون برسه 8 تاست. الان نگاه کنیم به اینجا میرسه قطع میشه. حالا ما اینجوری میکنیم بلاک که دستم هست چستم بده بچه، اینو اینجا میکنیم میشینین اینم میذارین و این هاپر رو وصل میکنین به این. بچه نگاه کنین این از این سوراخاش به چست وصله. حالا یه تست هم میکنیم که ببینید چی بشه. میره تو این هاپر میره تو چست. اوکی. حالا یک بلاک که کلا واسه یه گذاشتن کدو هندوانه است، یه بلاک دیگه باید اضافه کنید و یعنی 2 بلاک اضافه کنید که جمع باید بشه 3 تا بلاک که توی یه دونه بلاک کلا ردستون، یه بلاک کدو هندوانه و توی یه بلاک وسطیش هم که باید پیستون و ابزرور و اینا قرار بدیم. حالا وقتی که اینا میذارین پیستوناتون رو بردارید و اول ابزرور رو بچه من میگم ابزرور عمد بزرگی خودتون دیگه ببخشید اینوری نه اینوری میذارین که چشماش اینوری باشه. یکی در میون میذارین که وسطش بتونین پیستونا رو قرار بدین. پیستونا به این شکل باید باشه. با این ورم همین کارو میکنین. و بچه این فرم واسه که گوشی هست و زیاد اونقدر سرعت خاصی نداره، چون شما فقط میتونید تنها یکم سرعت بهش بدین اینه که بومیل بزنین و یکم بروش بهش بدین. بقیه که میکنه و اینا با سرعت همون ماینکرافته، چون هیچ کاری شما نمیتونید با بومیل هم حتی نمیتونید کدو رو بزرگ کنید. خب حالا جلوی ابزرورا، خب درست گفتم، ابزرورا زمین رو شخ میزنین و به این صورت حتی این برم همین کار رو میکنید و از پشت همه اینا ردستون میزنید که اینا به هم متصل شن و وقتی که یه اتکی میخورن من بچه بسیشون نشون بدم پشت اینا ردستون میزنید. الان اتک ببینید داره تکون میخوره. ابزرورا به پیستونا اتک دادن که تکون میکنن و وسیله رو بکنن. حالا ما تا اینجا اومدیم، الان دیگه فرم نهایی کامل شده، فقط گلاسا رو برمیداریم. من آب اشتباهی قطع کردم و دور تا دور رو صف کنید بچه یه لحظه به صورت 2 بلاک اینجوری میذارید و به هاپر اینا رسیدم دوباره بهتون نشون میدم که یک تکنیک یکم خاصی داره. خب دوستان شما میتونین که اینجوری زیرش هم بذارید. حالا من که تو کریتیو ولی نمیدونم با سروایوال خودتون میخواین چیکار کنین. من که حالا میخواستم زیرشو بذارم، گفتم مثل بقیه شما که تو سروایوال ویدیو میسازید
به همون صورت پیش برم. ولی اینجا اگه گذاشتین برای یکم مثلا فارمتون پوشیده تر شه، روی این هاپره گلاس بزنید ولی روی این هاپره نزنید، چون وقتی روی این هاپره گلاس بزنید دیگه وارد نمیشه، واسه پامکین یا هندونه که میکنه رو وارد دیگه نمیشه، پشت همین گلاسه قرار میگیره. حالا بچه به هر صورتی حالا دوست داشتیم یه فارم دیگه بسازین توش همینا داخلش کدو بکنین، هم توی مثلا اینی که این که ساختین کلا نمونه باشه، ولی نمیدونم میخوام مثل منم کنین که یه طرف کدو یه طرف نمونه. و شما تنها سرعتی هم که گفتم میتونین بدین اینی که با میل اینو رشد بدین و بقیه دیگه خودشه دیگه، چون شما هر چقدر با میل بزنین این رشد نمیکنه و فقط تو اینجا همینجوریه، هم کدو و هندوانه. خب بچه ها رسید به انتهای ویدیو، یادتون نره اگه این ویدیو دوست داشتین لایکش کنین، چنل من سابسکرایب کنین، با اینجا جایتون نیست. خب ولش کنین، چنل من سابسکرایب کنید و هر فارمی که خواستین از فارم نیشکر بگیرین تا استون جنریتور برای ماینکرافت موبایل رو تو کامنت ها بگین، من حتما آموزشش رو میذارم و عشق منین، عشق کردین و تا ویدیو بعدی فعلا خدا. و بچه خیلی دوست داشتم اینجوری فیلمو تموم کنم، بذارین اینجوری بشه. خب بچه ها خیلی ممنون که این ویدیو رو دیدین، عشق منین، عشق کردین و تا ویدیو بعدی فعلا. خب بچه ها دست نرم تموم شد، خداحافظ.